بهترین ولت برای همستر چه ولتیه؟ بریم که با هم دیگه ولت های تونکیپر و مایتون ولت رو بررسی کنیم و ببینیم که چه بخشهایی داره. پس تا آخر این ویدیو با من همراه باشین چون میخوام بهتون بهترین ولت همستر رو معرفی کنم و یه خبر خوش دیگه هم بدم به دوستانی که منتظر بودن یه آپشنی اضافه بشه که اگر کیف پولشون رو اشتباهی به همستر کانکت کردن میتونن الان دیسکانکت کنن و قطع کنن و یک کیف پول جدید رو وصل کنن، چون خیلی از کاربرها داخل کشورهای تحریم اومدن کیف پول اصلی تلگرام رو وصل کردن. همونطور که میدونین کیف پول اصلی تلگرام اومده ما رو تحریم کرده و ما باید از کیف پول هایی مثل تونکیپر یا مایتون ولت استفاده کنیم که زیاد با ما ایرانی ها مشکلی ندارن. خب بریم سراغ ادامه ویدیو. اول از همه میایم تو بخش ایردراپ، میبینیم که اگر روی کانکت یور تون ولت که بزنیم یه ضبطر اضافه شده کنار آدرس ولتمون و الان میتونیم ولت خودمون رو دیسکانکت کنیم و یه گزینه هم هست که میتونید آدرس ولتتون رو کپی کنید، این گزینه. خب حالا بریم سراغ ولت هایی که معرفی کردم و بگم که چه تفاوت هایی دارن. دو تا ولت داریم، یکی تون ولت، مایتون ولت و دومی تونکیپر که دوتاشون از نظر اتصال هیچ فرقی ندارن. فقط کافیه برین داخل همستر خودتون و وقتی روی اتصال به کیف پول که کلیک کنید دو تا آیکون میاد اون پایین که من جلوتر بهتون نشون میدم. یا تونکیپر رو انتخاب کنید یا مایتون ولت و از سایت رسمی خودشون هم این ولت ها رو دانلود کنید. توی گوگل اسم این ولت ها رو سرچ کنید، اولین سایت براتون میاد و به راحتی میتونید دانلود کنید و لینک سایت ها رو هم براتون تو دیسکریپشن میذارم حتما. اول از همه بریم داخل تونکیپر که بخشای مختلفش رو بهتون بگم. بعدش بریم مایتون ولت هم بهتون بگم که ببینید دقیقاً این هم هستن. اول از همه میبینید که موجودیتون رو زده. الان اینجا $18.86 برای من موجودی داره. بعد یه آپشن داره به اسم سند که خیلی مشخصه. دیگه من اینو یادم بهتون بگم، کیف پول دقیقاً مثل همون کیف پول واقعی میمونه. دیگه شما به جای اینکه یک سری پول داخلش داشته باشین یه سری توکن داخلش دارین و این توکن ها رو میتونین بفرستین به هر جای دیگه ای میتونین بفرستین، به صرافی دیگه یا برای کس دیگه و کلی کار دیگه که با سند، گزینه سند میتونین انجام بدین. با ریسیو یا واریز میتونین برای خودت توکن بریزی، مثلا آدرس ولت رو بدی به دوستات برای توکن بریزن یا خودت از صرافی برای خودت توکن بریزی. اگه سند رو بزنی اینجا باید یه آدرس ولت بزنی و پایینش هم تگ یا ممو کامنت هم ممکنه بهش بگن و میتونی انتقال رو انجام بدی و از اینجا برداشت کنی بریزی به یه جای دیگه. و اگه ریسیو رو بزنی بهت یه آدرس میده که میتونی از اینجا کپی کنی و به این آدرس از هر جایی که خواستی توکن واریز کنی. فقط باید توکن هات روی شبکه تون باشه. به این حتما دقت کنین دوستان، هر توکنی که خواستین روی شبکه تون بریزی از همین آدرس استفاده میکنین. اگه بخواید نات کوین بریزین به این کیف پول از همین آدرس استفاده میکنین و اگه بخواید تون بریزین از همین آدرس یا هر توکن دیگه‌ای که روی شبکه تون باشه. یه گزینه دیگه داره به اسم اسکن که خیلی راحته، میتونین شما آدرس ولت ها رو با استفاده از QR کد بخونین و دیگه دستی وارد نمیکنین. آپشن بعدی سواب هستش که میتونین توکن های مختلف رو به هم تبدیل کنین. مثلا شما تون دارین میتونین تبدیلش کنین به نات کوین یا بالعکس. و بعدی باینسل هستش که برای خرید و فروش ارز هستش داخل خود برنامه که ما نمیتونیم ازش استفاده کنیم چون کارت بین‌المللی نداریم. و گزینه بعدی استیک است که شما میاین یه مقداری توکن میریزین، یعنی میدین به تونکیپر و هیچ دسترسی ندارین تا یه مدت مشخص، مثلا 3 ماه میذارین میمونه و بهش دست نمیتونین بهش دست بزنین و توی این مدت یه میزان سودی رو به شما میدن که حالا ما باهاش کاری نداریم. یه بخش دیگه هم داره که اینجا ارزها اون رو نشون میده و زیرش قیمت هر یه دونه تون کوین رو نوشته و اون درصد هم مقدار تغییراتی هست که این توکن داشته و اگه روش کلیک کنین میتونین توی بازه‌های مختلف تغییرات قیمتی رو ببینین و این گوشه کنار هم تعدادی که شما دارین رو نوشته و پایین هم موجودی تقریبیتون رو نوشته.
که الان من هیچی تون کوین تو این ولت هم ندارم. ببینید دوستان، هر عملیاتی که شما بخواید داخل کیف پول یا صرافی انجام بدین، مثلا واریز از اینجا بخواید بریزین به جای دیگه یا ارزی به ارز دیگه تبدیل کنین، یه چیزی میخواد تحت عنوان فی که بهش میگیم کارمزد میخواد و کارمزد رو باید از اون توکن اصلی شبکه پرداخت کنید و شبکه اصلی ما اینجا تون هستش و شما با استفاده از تون میاد کارمزدها رو پرداخت میکنید. اگه شما تون نداشته باشین نمیتونین تراکنش رو انجام بدین، مثلا نات کوین هاتون رو تبدیل کنین به تون کوین. ولی مایتون ولت همونطور که خودش گفته توی آپدیت جدیدش دیگه نیازی به تون کوین برای پرداخت کارمزد نداره و با همون ارزی که دارین میتونین کارمزد رو پرداخت کنین. خب قبل اینکه بریم سراغ مایتون ولت، ممنون میشم این ویدیو رو لایک کنید. و تون کیپر هم دیگه چیز خاصی نداره و همه رو گفتم و مایتون ولت هم دقیقا مثل همینه. به محض اینکه بازش کنین ارزهاتون رو براتون میاره، موجودیتون رو نشون میده و تغییرات قیمتی که داشته و اون بالا هم موجودی کل کیف پولتون رو زده. و اینجا یه گزینه اد اند بای داره که زیاد به درد ما نمیخوره، البته گزینه اولش به درد ما نمیخوره چون باید حساب خارجی داشته باشیم. و دومی برای اینه که مثلا ما بیام یه ارزی رو تبدیل کنیم به یه ارز دیگه. و گزینه سوم هم که تو این بخش هست، ما میتونیم آدرس ولت خودمون رو بگیریم و که هم بتونیم خودمون برای خودمون چیزی بریزیم، هم بدیم بقیه برامون چیزی واریز کنیم. و یه سنت هم داریم که میتونین از اینجا هر توکنی که دارین رو بفرستیم به جای دیگه. و یه بخش سواپ هم داره که دقیقاً همون گزینه دوم تو اد اند بای هستش. میتونین توکن های خودتون رو به صورت داخلی تبدیل کنین به هم دیگه. و یه بخش ارن هم داره یا همون استیک که ما باهاش کاری نداریم. و این بالا هم یه دونه QR کد خوان داره که باهاش میتونین QR کد ها رو بخونین. دیدین که چیز زیاد عجیب غریبی نداره و هر دوتاش تقریبا شبیه هم هستن. ببینین زمانی که برای مثال همستر اومد و خواستم از اینجا انتقال بدم به صرافی ایرانی، دیگه مایتون ولت نیازی به پرداخت کارمزد با تون نداره و با خود همون ارز میتونین کارمزد رو پرداخت کنین و دیگه نیازی نیست یه مرحله اضافه تر برین و از صرافی برای خودتون تون بریزین. بریم که بهتون نشون بدم و با فرایند انتقال توکن ها هم آشنا بشین. اول میام تو کیف پول تون کیپر، برای مثال میخوام از مایتون ولت یه ارزی رو به تون کیپر انتقال بدم یا از صرافی، فرقی نداره. اول آدرس ولت رو میگیرم، بعد میام تو همون مایتون ولت روی گزینه سنت که میزنم آدرس ولت رو پیست میکنم و بعدش ارز رو انتخاب میکنم، مثلا اینجا تون یا هر ارز دیگه ای و اینجا تعداد رو میزنم و بعدش روی گزینه سنتون کلیک میکنم. ممکنه برای بعضی از دوستان به جای گزینه سنتون یه گزینه دیگه باشه و تاییدیه ازتون بخواد، چون اولین بار هست که میخواین از این کیف پول استفاده کنین و ارز انتقال بدین که اگه روش کلیک کنین بعد شما رو میاره تو ربات مایتون ولت و استارت رو که بزنین بعدش اکسپت رو بزنین و یه بار کافیه برای همیشه. میتونین دیگه کارمزدهای خودتون رو با استفاده از همون توکن که دارین جابجا میکنین پرداخت کنین. بعدش که یه بار برنامه رو ببندین و دوباره باز کنین دیگه براتون اوکی شده و میتونین راحت انتقال رو انجام بدین. و اینکه من هر دوتا رو بهتون گفتم، حالا هر کدوم که خودتون راحت تر هستین رو میتونین انتخاب کنین و هیچ فرقی نداره. و اینم بگم به محض اینکه همستر لیست بشه و فروشش امکان پذیر بشه، من براتون یه ویدیو میذارم و به صورت کامل تمامی روش‌ها رو بهتون میگم توی هر دو تا کیف پول. خب بریم که با هم دیگه یه بار کیف پولمو قطع کنم و مجدد متصل کنم که ببینید اتصالش هم فرقی نداره، خیلی راحته. هم میتونین به تون کیپر وصل کنین و هم میتونین مایتون ولت و هر زمانی هم که خواستین میتونین کانکت کنین یا دیسکانکت کنین و سعی کنین این کار رو کم انجام بدین. اگر اشتباه وصل کردین یه بار قطع کنین و دوباره وصل کنین، بعدش تموم شده رفت. خب وارد ربات همستر میشم. اینجا بخش ایردراپ رو که انتخاب کنم و روی کانکت یور تون ولت که بزنم این بغل میتونم دیسکانکت کنم. اینجا میپرسه که آیا
مطمئنی میخوای این کار رو انجام بدی؟ میگم بله، و به محض اینکه تایید کنم اینجا قطع میشه اتصالش. دوباره که روش بزنم یه سری ولت اینجا برای من میاره. یور تون ولت رو کلیک کنم، هم تون کیپر رو آورده هم مای تون ولت. دقت کنید روی این گزینه بزرگ آبی رنگ کلیک نکنید، چون وصلتون میکنه به ولت خود تلگرام و خیلی از کشورها از جمله ایران تحریم هستن و نمیتونن ازش استفاده کنن. من خودم به تون کیپر وصل میکنم، ولی هیچ فرقی نداره، هر کدوم رو خواستیم وصل کنید. اینجا کافیه فقط روی کانکت که بزنیم تا وصل بشه. کانکت و اینجا کدم رو وارد میکنم. چند لحظه که صبر کنیم. وصل شد. خب ممنون که تا آخر این ویدیو با من همراه بودین. اگه از این محتوا خوشتون اومد حتما لایک بزنین و کانال من رو سابسکرایب کنین تا هیچ وقت ویدیوهای خفن بعدی رو از دست ندین. نظرات باحال و پیشنهاداتتون رو هم حتما تو کامنت ها برام بنویسین. زنگوله رو هم فعال کنین تا همیشه اولین نفری باشین که از ویدیوهای جدیدم با خبر میشین.